حزب. ولا تدعوا على اولادكم. بچت اگر شیطنتی کرد، پسرت اگر گپت را نگیرید، دعای بدش نگو. نگو که بر پدرت نعلت نگو، بلکه دعای نیکش بگو. خدا هدایتت کنه. فهمیدی؟ خدا هدایتت کنه، خدا هدایتت بکنه، خدا توفیقت بده. ور دعای بدش نکنید. ولا تدعوا على اموالکم. بر مالهای خودتون دعای بد نکنید. مالی که داری بگو که خدایا بر مال من برکت بده، بر دکان من برکت بده، بر ماشین من برکت بده. فهمیدی؟ زیرا اینکه در 24 ساعت وقت من و شما ساعتی هست که ساعت اجابت دعا هست. اگر همو وقت اگر پدر پسرش بگه لعنتی یا که خدا زده یا که زمین بکشته، همو وقت اگر استجابت دعا موافقت بکنه، او وقت اون بچه طبیعی است که هلاک میشه. الله سبحانه و تعالی من و شما را هدایت کنه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.